خوب استاد. فهمیدیم که یهودیان در این روز روزه می داشتند. پس نصرانی ها در این روز چرا روزه می دارند؟ نصرانی ها در روزه داشتن روزی عاشورا لهم حظ من تعظیم هذا اليوم، آنها هم نصیبه دارند در بزرگ شماریدن روزی عاشورا. ظاهرا آنها در این مسئله تابع یهود هستند، چون اصلا بسیاری از شریعت های موسی علیه السلام با آمدن شریعت عیسی علیه السلام بیکار نشد و در کتاب جلاء الافهام گفتند که کانت امت موسی اوسع علوما و معرفتا من امت المسیح. امت موسی علیه السلام در علم وسیع‌تر بود، یعنی دانش آنها بسیارتر بود نسبت به امت عیسی علیه السلام. ولهذا لم تتم شریعت المسیح الا بالتوراة و احکامها. بنابراین شریعت حضرت مسیح عیسی علیه السلام پرره نشد مگر هم با شریعت موسی علیه السلام، چون حضرت عیسی علیه السلام و امت عیسی علیه السلام در اکثر احکام ها محال علیها، یعنی به تورات بازگردید گفته شده است در شریعت عیسی علیه السلام. والانجیل کانه مکمل لها متمم لمحاسنها. انجیل گویا پرره کننده تورات است. والقرآن جامع لمحاسن الکتابین. و قرآن جامع است، در بر میگیرد نیکی های هر دو کتاب سابقه را. خلاصه به سوالتان جواب دیگر این است که حضرت عیسی روز عاشورا روزه می داشتند. خب حضرت عیسی که روزه می دارند، نصرانی ها باید روزه دارد، همچون پیروی به پیغمبرشان. روزه داشتن روز عاشورا از جمله مسئله هایی که در شریعت موسی منسوخ نشده است، یعنی بیکار نشده است. بنابراین به قول الله تعالی که ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، من آمدم تا اینکه حلال گردانم بعضی چیزایی که به شما حرام گشته بود. بعضی یعنی نه همه. حضرت عیسی و دینشان بعضی از مسئله های تورات را بیکار کرده است، نه همه را. و از جمله مسئله هایی که بیکار نشده است روزه داشتن روز عاشورا. خب این دلالت میکند که روزه داشتن روز عاشورا هم در دین یهود هم در دین نصرانی ها مستحب است.